درودی به شما و تماشابینان عزیز ما. پیش از همه درباره ایران کمی صحبت میکنیم. برای مملکت عرب کمی میگوییم که میگویند که برای چی مملکت عرب با ضد دیگر دولت هایی که اشغالگران مبارزه نمیبرند گپ نمیزنند. که این وابسته است چی است؟ مثلا یک اگر مرد غلام اگر گیر چه همه سیمخور هم نگی سرش در یک جا او هیچ جا نمیگریزه، به خاطر که او در گردنش همه چی غلامی داره. آدمی که اگر که همه خصلت غلامی اگر که نداشته باشد، او اگر که گرچه قلعه بسازی اگر از تمام مثلا محصولات های سخت‌ترین حرکت میکنه که همونجا چی خلاص شود بگریزه، به خاطر که او غلامی را در سرش نمیپروره. همین هم سببش هست. آیا آموختش دیگه مثلا به همین خصلت به همون عادت. باز چی گفتنیم که رئیس جمهوری امریکا پرزیدنت دونالد ترامپ گفته است که با کی با میخوریم؟ با مجتبی هماینی برای بخوریم و تیاریم میشل گپا گفته است، لیکن این با عمل درست نیست، به خاطر که این یک واقع بینی نیست، این یک خیال است. برای مجتبی هماینی هیچ وقت از ایران بیرون نمیبره. به فکر من یک تا رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ هم با ایران هیچ وقت نمیتونه آمده نمیآید. برای همین این هیچ وقت شدنی نیست. بعدا باز خیلی 60% مثلا لبنان فلسطین در دست اسرائیل است، تریتوریاش. باز چی گفتنیم که گلوگاه هرمز در دست ایران است. 100% او کنترلش در دست ایران است. اکو باز یک متشنج وضعیت یک دیگر خلالدور کردن، مثلا ایران با کویت با بحرین و کویت با همون چی ایروپورتش و فکرم چند راکت زد همونجا خرابی آورده. اگه دیگه هیچی ما گفتن نمیتونیم که آینده هیچ کسی هیچی گفتن نمیتونه، به خاطر که این بسیار در پس پرده گفتگوزارهای کارهای با وجود میاد که اینجا ما نمیفهمیم. همه تحلیلگرا هم میگن که تحلیل هوایی است، مثلا هر چی میگن که او پس پرده با دیگه چی میگذاره. مثلا دولت ها هم خیلی میگن که جنگ هم روی فریب است، روی حیله و نیرنگ است. مثلا یک چی میگن یک کاری دیگه میکنی. و همون خاطر ما هیچی گفتن نمیتونیم چی گپ میشه، چی با وقوع میاد. دنیا همه بعضی ها میگن که در تمام دنیا جنگ است. در تمام دنیا هم جنگ بود، پیش هم بود. نکی ما که اگر که آرام باشیم اینا چی به نظر نمیگیریم. وقتی خودت آرام تنجی دیگرها گشنن سرن پروا نداری. خطاگی ما ده همینه. خداوند ایمان ما را مستحکم بگردونه، دنیا رو تنجی امانی بگردونه. با تا آخری آینده فکر ملاحظه خودتون بنویسید. در آینده انشالله با یگان خبری نازه خوبه ما پیشکش شما میکنیم. سلامت باشید.